سلام دوستان، تو این قسمت من اولین استراتژی افزایش حجم تلادون بدون هیچ گونه ریسکی رو یادتون بدم. دوستان این استراتژی استفاده از حباب رو به سکه بانکی. خب حالا میگین چه جوری؟ خیلی ساده است. زمانایی که حالا تو بازار ایران که این چندین سال تقریبا همیشه همینطور بوده، یه مواقع میشه که با 3 تا ربع سکه تمام میتونید شما یه سکه تمام بهار آزادی بخرید. یعنی شما اون زمانا 3 تا رو بدون میفروشین، یه سکه تمام استفاده میکنین. و زمانه میشه که حباب کلا میخوابه، شما فروش یه دونه سکه میتونید 4 تا ربع سکه بخرید و این پروسه رو تکرار میکنید تا حجم تلادون بیشتر شه. ولی کلا دوستان این استراتژی صبر خیلی زیادی میخواد. ممکنه یه بار موقعیت معاملات تو سال بده و این یه بار خوب به هر تعداد موقعیت معاملش خیلی کمه، کلا ریسکی نداره چون طلا به طلا تبدیل میشه. و حباب هم میدونید که اگه شرایط کشور حالت عادی داشته باشه اصلا سکه نباید حباب بگیره، ولی این بار حالا باشه اگه سکه ببرن خارج کشور حبابی پول برای حباب بدون نمیدن. یعنی شما با این کار حجم تلادون که همیشه ارزشمند رو زیاد میکنید و از حباب نوسان میگیرید. نوسان که نمیشه بگیری، نمیشه گفت که چون شما معامله به اون صورت نمیکنی، معاملاتت خیلی کم، مثلا یک بار معامله داری ولی اون سری شما میتونه حدود 30% حجم طلا زیاد کنه. به نظر خودم که روش خیلی خوبیه، خیلی قدرتمنده. حالا بریم میگم تا ریز این روش رو به خدمتتون توضیح بده. حالا قبل از اون مسابقه جلسه قرعه کشی جلسه پیش انجام میدم. کسانی که برنده میشن تو تلگرام یا همین زیر این کانال تلگرام با من در ارتباط باشن تا من یک ماه اشتراک رایگان مجموعه سودیا را خدمتتون بدم. کسانی که دوستان زیر این فیلم یادداشتی کامنتی چیزی بدن، سوالی داشته باشن، من در حد تمام جواب میدم و بین کامنت هم قرعه کشی میشه. خب دوستان برای قرعه کشی جلسه پیش میرم سایت یوتیوب رندوم کامنت پیکر و این لینک جلسه قبل بهش میدن تو بین کامنت ها به صورت رندوم قرعه کشی کنه. خب این آقای علی بیات 4899 به منظر همین فیلم پیغام بده، من براش اکانتا فعال میکنم یا هم میدونه تو تلگرام برام پیام بده، برام تلگرام بیا زیر این فیلم بریم پیام بده. با تشکر بریم دنبال این فیلم رو ببینیم. خب دوستان اومدم رو کامپیوتر که استراتژی بدون کامل بدم و متوجه شین که ریزکاری های استراتژی چی. خب دوستان بخواید که توی مثلا هیچ شک و ابهام نباشه، من چند تا تاریخ موردهای مختلف تاریخ میتونم براتون بیارم. حالا این مثالش میزنم که تو این تاریخ ها با پول 3 تا سکه میتونید یه سکه بانکی رو بخرید. مثلا 12 فروردین 1000 اینجا من دارم. خب نکنید رو به سکه چقدر قیمتش بوده؟ 35 تومن. قیمت سکه امامی چند شب 102 تومن بوده. 3 برابر 35 تومن، 35 تا 15 تا دیگه 105 تومن میشد. یعنی 3 تا شما میتونستین رو بدین یه تمام بگی. خب اینا میتونید بگیرید منتظر بمونید تا یه زمانیه که قیمت ربع سکه و سکه امامی ها بابش خارج شه و پر 4 تا ربع سکه بتونید یه سکه بخرید. دوستان کلا این استراتژی خیلی کم سیگنال خرید و فروش میده. شاید سالی یه مورد باشه تو ربات سودیار باد اومدیم استراتژی رو پیاده کردیم. من بدون نشون میدم هر موقع سیگنال خرید یا فروش بده شما میتونید این جابجا بین ربع سکه بانکی و سکه بانکی رو انجام بدین و هر 2 سال یه بار اگه 30% روی حجم سکه دون بره خب به نظر بازه خیلی خوبیه. من حالا میام بهتون نشون بدم کنم واسه استودیو رو هست تو صنایع های طلا و طلا میریم قیمت فیزیکی و استراتژی های معاملاتی. دوستان اینجا 4 تا استراتژی که من خدمتتون گفتم و آینده قرار دارم نیت دارم کامل براتون توضیح بدم. هر موقع استراتژی جواب داد خدمتتون ارائه میشه و کامل بدون توضیح داده میشه. قیمت های آنی سکه را به صورت معتبر و
اینجا از معتبرترین سایت های اینترنتی قیمت سکه هر 1 دقیقه یه بار قیمت سکه و مشتقاتش هر 1 دقیقه یه بار گرفته میشه و تو با تلگرام یا سودیار هم قرار داده میشه. اگه اینجا کلیک کنی هم فیلم که الان داریم میبینید خدمتتون نمایش داده میشه. در کل دوستان اگه عضو این ربات باشی هر موقع هر کدوم از این 4 تا روش جواب داد موقعیت خرید قرار گرفت یا فروش بدون پیغام صادر میشه، پیغام داده میشه. خب اختیار صندوق طلا یکم ریزکاری داره، شاید پیغام به اون صورت مطرح نباشه، میتونین معامله کنین، ولی خب با احتیاط به آموزشه که حتما آموزششون تهیه میکنه و خدمتتون ارائه میدن. اگه دوست دارین این آموزش اختیار صندوق طلا و بقیه آموزش هایی که به نظر خودم خیلی مفیده رو حتما همیشه داشته باشین، کانالمو دنبال کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، لایک ها بزنین و با امید دیدار. با تشکر.